به مادرش بیادبی کرده بود، اومده بود از امام صادق سوال کنه آقا راهی هست مادرم منو ببخشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود صبر کن راه داره. با چیکار کنم مادرم منو ببخشه؟ فرمود بر جد قریب ما امام حسین گریه کن، بر جد قریب ما امام حسین گریه کن. بعد چی میشه؟ حضرت فرمود مادر ما فاطمه در عالم برزخ میاد پیش مادرت میفرماید که بچه تو برای بچه من گریه کرد. ما مدیونش و زنی در عالم نیست که روی مادر ما رو زمین بگذاره. اگر کسی پدرش یه موقع بیادبی کرد پشیمون شد، پدرش در دنیا نبود، آقا چاره چیه؟ فرمود بر جد غریب ما حسین گریه. جد ما امیرالمومنین در عالم برزخ به دیدن پدرت میره و میفرماید بچه تو برای بچه من گریه کرده، ما مدیونش شدیم، این بچه بگذر. ای عهده دار مردم بی دست و پا حسین، ای عهده دار